محمد علی عبداللهیف 22 ساله از نویه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد در جریان جنگ مسکو در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگویند او در آخر ماه مارت امسال در شهر ایزیوم ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست که در چه شرایط. محمد ذاکر عبداللهیف پدر محمد علی روز 29 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش آن کشور شده بود. ماه آینده باید مراسم خانه‌دارشویش برپا میشد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم. افزود او تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبر کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر ناظیموف 24 ساله را در شهر برناول گورانیدند. یک نشریه اوکراین چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه کرد که در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستانند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسی را دارند. بین دو کشور نظام دوشهروندی جاری است.